ما فطیر مسکه میکردیم، ما اوتلا میکردیم، مال داشتیم، گاو داشتیم، اسب داشتیم، به همه سرگردان بودیم. استواری اویله از زن مادر وابسته است. صاحب قدر زندگیش دیم با دو دولت پدر و مادر ما برای دولت یک کوچکم باش خدمت میکنیم. او 18 ده بود، ما 15 ده. دوست می‌داشتین شقایق؟ حکم نمیدونم، اومدم بیعقل بودم چی بودم. دوست داشتم. دوست از بیعقلی میشه. کنار نمیمونه با خودش میشوه با دستش. یک خسر داشت میگه زرین خیلی رخت که یک کرتی لیلان میکنن. میخواست یک رخت میکرد کرتی لیلوش میکنن. شکرونه کنن، صبر کنن. ما با صبر بدیم بچه همه صبر کردیم با همه بسیار عصبشونه بزیم نکنن. شیب و فراز و شیرینی و تلخی روزگار، امتحان زندگی، محبت، صمیمیت و فرهنگ خانوادگی پایه‌های استواری عائله می باشد و بنیاد عائله سالم و با فرهنگ عامل مهم مستحکم جمعیت و آبادی دولت است. ما قهرمان نوبتی برنامه‌مان را از شهر نارک پیدا نمودیم. مهمان عائله شدیم که خانه با امید و آرزوها بنیاد نموده آنها شایسته تحسین است. ایدیما قربانو و 75 سال دارد و طول 60 سال است که حیات عائله‌داری خوب را پس سر کرده ایستاده است. اصلا پدر و مادر در زندگی خود 3 وظیفه مهم را به ذمه خویش دارند. اولین وظیفه و مسئولیت بزرگ به دنیا آوردن فرزند است. وظیفه دیگری پدر و مادر فرزندان را تعلیم و تربیت نیک دادن و نام نکو گذاشتن است. و از همه وظیفه مهم پدر و مادر، از همه وظیفه پرمسئول پدر و مادر فرزندان را به راه درست زندگی و راه مستقلیت گسیل کردن است. خاله ایدیما الکی این 3 وظیفه مهم، 3 مسئولیت بزرگ را ادا کردن، اجرا کردن و می سازد که فرزندان در زندگی به قدر این عالیه بزرگ برسند و همیشه دعای نیکشان را گرفته باشند. مادری عزیز، در مورد حیات خوبی خود، عبرت آموزی خود برای ما، برای بینندگان تلویزیونی سفینه قصه بکنید. 4 سال شد که مستفید ما حیات رفت. خداوند ما را فرزندای دستور رو داد. ما کلام کردیم، ما به خدمت رایی کردیم. این خدمت اومد، ما خاندار کردیم، با ما نویردار شدیم. 5 تا فرزند داشتم، 3 تاش دختر، 2 تاش بچه. این نویره با به عویره رسیدیم. فرزندا ما را عزت میکنه، حرمت میکنه، با کجای باشه. فرزندای ما با کارهای نیکن. دنیای ما تنجی امانیه فرزندای ما در هر کجایی که کار میکنن بندی آزاد واره میروند میوین. از همون لحظه های عائله‌داری خود به ما بگویید که چگونه پس سر شد. وقتی ما اومدم، من 15 ساله بودم. شوهر مرا خدمت بودن. شوهر ما با 2 سال خدمت تمام که ادا کرد، بستر بلند اومد. خیلی به همون دور ما در همون قشلاقا چشمه ها بود، سوید نبود، بچم علو میکردیم. زندگی رو نکرد، یکم کار زیقم نبودیم، اید خفه هم نبودیم، ما نمیدونستیم. ما توقع فطیر شکرو میکردیم میخودیم، ما تمول میکردیم، ما فطیر مسکه میکردیم، ما اوتلا میکردیم. خسر خشتمان جدا کرد، با همین قشلاق آمدیم، با ایره ما ایو قشلاق با کلون آوردیم، داست کردیم، در رو کردیم. با همیا خیلی زندگی رو پوش بردن. این با کلینی کلونه. من در خانه نویربان بودم. این آب که باشن کار میکردم بچم. ما فقط دهقانی میکردیم. مصبت ما اول تراکتورچی بود. ای تراکتورچی شوفیر شد. ای شوفیر برگرد شد. برگرد در همه زمین نورک ای لوتاولا فقط سبزکاری میکرد. حاضر ما حاضرم دهقانی را ای دست ندادیم. مال ما زمین داریم. مهنت میکنیم. سن 15 سالگی عائله بنیاد کردید. برای شما مشکل نبود بارگران زندگی، احترامی خسرو خشتامن؟ همشه بجا آورد. یا دهر میکردیم، میخوردیم. قطعی همین خسر خشتامن. خشتامن من 10 تا فرزند بود. قطعی من حیوانای میده گمدم، نه همین 1 ساله تنهای دیوال میگیریم. نمیدونم قطعی ما بازی کرده، خورده، گشته، مال داشتیم، گاو داشتیم، اسب داشتیم، به همه سرگردان بودیم.
هیچ غمی دنیایی رو هیچ نمیخوردیم. مکتب اولین فرزند عائله می باشد. سهم این مادر حلیم و مهربان نه تنها در تعلیم و تربیت فرزندان بلکه نبیرگان و ابیرگان نیز بی اندازه است. شما گفتید که نبیربان بودید. مثلا به نبیرگان شبانگاهان افسانه میگفتید. امروز ما مشاهده میکنیم که بسیاری از بیبی ها مادران ما به فرزندان به نبیرگان افسانه نمیگویند. اون زمان ها چقدر بیبی های ما افسانه گوی بودند. کم کم افسانه ها میگفتیم، با میشنیم چستان ها میگفتیم، قطعی نویرها وظیفه تیار میکردیم. تا حاضرم من قطعی اویره ها انا بار نشان میتم، این نشان میتم، با من نشان میتم، من کتابم خیلی میقپم او از یاد میکنه. بعد دعا میتم اویره ها با مکتب میرم. یعنی در تعلیم و تربیت نه تنها فرزندان، امروز در تعلیم و تربیت نبیرگان سهم شما به اندازه است. آفرین میگیم، احسن میگیم به شما مادر عزیز. یعنی من 76 رفتم، حالا من قطعی اویره ها کتاب میخونم، حاضرم همین در خدمت نویره و اویره هم. در حق فرزنده فقط دعای نیک میکنم که برای راست هدایت باشن، فقط کاری خیر کنن، کاری نیک کنن. یک تاش دکترای، یک تاش در همه چیزی کشاورزی کار میکنه. ایدیماغ قربان و همراه پیسر کلین خانواده و نبیرگان و ابیرگان زندگی به سر میبرد. فرزندی این مادر زندگی افروز میرزا شریف قربانوف و کلین خانواده بانو زرین سنگ و خوشبختی اویلوی را از عزت و احترام خسر و خوشدامن و دعای نیک آنها می دانند. 34 سال شد حیات اویله داریم. در مورد خوشبختی اویله چی گفتنی دارید؟ خودی اویله چی است؟ از دوره 91 سال با خاندان همین و مادر بزرگ قدم ماندیم تا به همین روز زندگی داریم. شکر صاحبی 4 فرزند هستند، 1 تا دختر، 3 تا پسر. صد بار شکرانه دنیای تنجی امانی. فرزندای ما کانون کردیم، صاحبی معلومات کردیم، با عباد کردیم. صاحبی نبیره هم اویله خوب دارن. با مسئولیتی هم دیگر ما یک کار پیشه میکنیم. باز نبیره همون کوشش میکنیم که صاحبی معلومات کنیم. آبادی خاندان، خوشبختی خاندان، استواری اویله از زن مادر وابسته است یا از مردها؟ البته از زن مادر. زن مادر فرزند به وایه میرساند، صاحبی معلومات کند، پدر از بیرون میشود، مادر از درون. از جهت مادی تامین اویله روزگار در اختیار پدران، در اختیار مردهای خانواده است، ولی تعلیم و تربیت نیک انسانی، استواری اویله، صبر و تحمل از هر یک زنان و مادران وابستگی کلان دارد. و پدر عزیز، خوشبختی اویله رو چی تشکیل میدهد؟ خوشبختی اویله رو وقتی که پدر و مادر خوبند، رفتار خوب دارن، هر فرزند خوب میشه. ما علی اویله بزرگ با دنیا آمدیم، همون رفتاری بابی کلام موقتی، با پدر موقتی، رفتاری مادر موقتی به اینجا رسیدیم. با فرزندان ما کوشش میکنیم که با هم رفتار خوب کنن، در جامعه در دولت خدمت کنن. ما هم همین کوشش میکنیم. البته که همین خانواده‌مون، پشانمون صاحب قدر زندگیش نیم، با دو دولت پدر و مادر ما برای دولت یک کوچولو باش خدمت میکنیم. 35 سال شد وقتی مادری مهربان هم وقت هم دیگه فرق داشتیم، زندگی خوب داریم، چی کاری که باشه با مصلحت همدیگر میکنیم. هر شخصی که به حیات مستقلانه قدم میگذارد عهده‌دار است که عائله را احترام کند، پاس دارد، مستحکم نماید و محض مهر و محبت و احترام و صمیمیت نسبت به خانواده شوهر این مادر غمخوار را در زندگی دلگرم نموده است. شما در 15 سالگی عائله دار شدید. با خواستی کی بود؟ هم مایده بودم، من پدر نداشتم، من پیاندر داشتم. پیاندر من انسان بسیار خوب بود، بیمار بود. چه که خیلی همه جمع یک رحمتی بود. بیا مادر داشتم. هم 15 سال من گری آوردم اینجا. آدمای خوب بودن. 15 سال اومدم، نه عذاب زندگی رو من هیچ ندیدم. در تگمو چادر و خوردید همراه شوهر؟ ها ما اون نمیگیرم، گفتم جای بی آور، جای ما اودور بود، اونجا نمیگیرم. تی چادر آوردم،
او قصه ها درازه او بعد چگونه شد مثال مهر و محبت کردید در تی چودر یک مراجعه دیدید؟ خاک دیدیم چی میدونم او 18 ده بود ما 15 ده دوست می‌داشتین شقایق؟ خاکم نمیدونم اومدم بیعقل بودم چی بودم دوست داشتم دوست از بیعقلی میشه چی میدونم خیلی وقت گپ پدر مادر بود اما چه که کلونو میگو بچم به همون سر خمه کردیم خب اما مایده حق بودم در کلخوز کار میکردم مایده نیوچم همه آدمای کلون میشیشتن همه کلنا رو ایش تعریف میکردن ایش نه میکردن همون تعریف های همه رو ما به گوش میگرفتم مرا خسرمم دوست میداشت خشتمانم دوست میداشت به همه چه این دور داشتیده این با ما یارم دوست میدارم با این کلن این ما رو دوست میداره با رو چی میکنه عزت میکنه حرمت میکنه من نیستم پاپشی مرا تازه میکنه میبرم میمونه نه کرتی مرا کلنار نمیمونه با خودش میشوه به دستش تاجیکان مردم مهمان نوازند. مهمانداری و مهمان نوازی و عزت و احترام آن برای عید ماه قربان و عنعنه دائمی و میراث از گذشتگان عائله‌اش می باشد. خیلی قصه های آدمای پیشین است وقت میام که سوی نبود بچم فقط علایی بود در دک علو میکردن خستون می قاق دیدون چه داشت یک تشت بود قربایی میمون از دکتر میمون مهمان می ادر میدرم در آباد میکشتن یک فطیر خستون نیمه 12 کیلو میرومد میباس نیمی فطیرش کشیدن 6 کیلو برام دادخترم خیلی اکه ما هم امی تی توقی ما او خودم ده انا با ایم ایتی توقی ما او خوده ما امی اول تا حاضره همه مهماندار آمدیم بچم نمیدونم به هم مهمانداری ما زیقیدم ندانستیم نکه دیمی چیزی دینیه نگتیم فقط همیشه از قفای زندگی قفای زندگی رفتیم ها مهمان مانده کنم یک آدم دی یک سخن خوب بگیم به یک سخن خوب بیو بگیم اون وقتا در حقیقتا هم مادران پیش بسیار مهمان نواز مهماندار بودند مثلا اون وقت شما مهماندار بودید برای یک دخترکی که در سن 15 سالگی عائله بنیاد کرده است مشکل نبود چی میدونم همه خانه او چه من مهماندار بود ایتی بود کو ما میخوردیم میگفتیم میخندیم در مورد همین احترام این عزت که ما نمیگفتیم که اون مهمان اومد وقتی میخواستم مهمان میومد بگرده همین نمازشون میومد نونی خنک بود شب خشتمون ما میخواست خمیر گرم میکرد یا دیگ شیربرین میکرد یا که فطیر میکرد فطیر مسکه میکرد بچم ما با خدمتگاری او بودیم علو میکنیم با او ما نگاه میکردیم که او چه خیل کار میکنه ما به همه رفتاری همه بودیم با وجود شیب و فرازهای روزگار عید ماه قربان و بهر استوار ماندن عائله سعی و تلاش میکردند و این است که دنیای عائله داری خود را دارند. با ایشان که اومدن خانه ما خانه پدرش هم مهماندار بود خانه ما رنگ همون گلوکوم آره میگفتن میخواستن پروا نداشت یک خسر داشت میگو زرین خیلی رخت که یک کرتی لیلان میکردن میخواست یک رخت میکرد کرتی لیلوش میکردن ما زیق نمیشیدیم بچم هر هفته خانه کمپیر خشتانی میمده مهمان بود 2 طبق داشتن در اون طبق 12 آدم میشتن بچم میخوردن سیر میکردن هم سرجم هوا میکردن با اینجا ما آمدم همه طبق مرا داد ما پروای نه کرته داشتیم نه کورتپیچه داشتیم یک کرتی به دتنمو تمام وزیر همین چیزه هسته با میگن که هیچ نیست با کلین ها ناراضگی بیان میکنن در عائله وقتا با دست لباس میشتیدن سونی فرایمون نبود بچم این خیلی آی فرایمون نبود میگم که چشم بودن همه برای آوش دیگ بدم بچم نسته یه هیوار داشتم ما اومدم 35 بود بیچاره خرقتی و او میکشید من لباسی یار تو بگره لباسی من خیلی 10 تا و خسرم 11 تا خشتمون 12 تا ما 13 تا هر یک اودیخ یک کرتی هم بروردن شو بگم میشوشتیم بفران نبودیم با مال داشته نه؟ گوجوشی میکردی؟ گوجوشی باز میجوشتم 15 باز میجوشتم با پچک میکردم وقتی فرزندان در محیط آرام عائله تعلیم و تربیت خوبی پدر و مادر به کمال میرسند آینده در حیات عائله داری نیز میتوانند عائله استوار خود را بنیاد نمایند جوانای حاضره همیشه وای میکنه مخصوصا ننگ نمونه این ننگ نمونه است این باید که همدیگه فهم باشه
همین فرزندا آینده دولت ما را، آینده ملت ما را همین که پیش ببرن، همین که مردمی با معرفت و با سواد باشیم هستیم. ما نیم جناب عالی در تمام روی دنیا ما را معرفی کرد. این شکرانه میکنه که ما ملی تاجیکی دو تا فرزندم کوات پرزیدنت تمام کرد. همین که شرایطو داره همین جوانای ما در مکتب معلم زبان روسی، معلم زبان خارجی بیگدار همین جوانای ما صاحب معلومات شدن، متخصص شدن، تاجیکستان ما رو آباد زیبا کنن. بر وقت خیزی در حیات این بانوی خوشگفتار و خوشرفتار عادت همیشگی است و فیض و برکت خاندان را نیز از بر وقت خیزی اهل خانواده می داند. ساعت 5 اینا گم حال حاضرات سبین نمیکم میخیزن. ما مردم ساعت 4 عصری فقط ای خسر موندگی بود. حالا این بنا بر وقت خیزی میخیزن. حالا در خونه تنگ میکنن، میورن، همش میمونن. هر کدومش میکنن به مکتب میرن. با 1000 بار شکر ما وقتی کلنا میشینیم با هم دیگر با پسر خاک باز زندگی با دختران پستی داره، بلندی داره. خب بر نوخانه‌داران چی توصیه دارید مادر عزیز؟ چی گفتنی دارید؟ بر نوخانه میگم که این قدر نوش نعمتی که حاضر هست باید که یا شکرانه کنن، صبر کنن. ما با صبر بدیم بچه همه صبر کردیم با همه بسیار عصبشانه بزیم نکنن. هر یک شخص پیش از بنیاد کردن عائله باید پهلوهای گوناگون جبهه حیات عائلوی را مورد آموزش قرار داده، عرف و عادت‌های ملی، حرمت و احترام طرف‌ها، مناسبت خوب زن و شوهری و معنای زندگی را درک کرده تواند. زندگی خوب داریم. این توفیق مادر من برای که یک گنجینه بگم یک کیلو داده مرا چند. ما به جا رسیدیم. چیه که ما در زندگی دارم توفیق ما. هر زندگی پستی بلندی دارد. اگر گرچنده که ما به صبری کرده باشیم کلونا ما رو نصیحت کردگن همراه خسرو خشتامن با احترام بودیم، احترامشون میکردیم، ما رو هم نصیحت میکردن، با صبر باشین میگفتن. عائله مقدس است و سالمی و خوشبختی آن از هر یک اعضای خانواده وابسته می باشد. هر یک اعضای عائله باید به قدر عائله و عائله داری برسد، طور زندگی به سر برد که نمونه عبرت نوخانه‌داران باشد. زندگی میدان مبارزه است و تنها آنهای در این راه پرپیچ و تاب زندگی خوشبخت و سربلند و آباد می شوند اگر در زندگی پرصبر و پرطاقت باشند. یعنی صبر کلید همه خوشبختی ها است. در همین جا برنامه فرهنگ عائله داری به اتمام می رسد. در خاندان هر یکی شما صلح و آسایش و خوشبختی های بی اندازه را تمنا دارید.